اینجا هدف زنده نگه داشتن هنر و صنعتی اصیل و قدیمی است و صحبت از شاگردان دیروز و استادان پیر امروز است و آقا سلطان زن سال خورده و استاد بافندگان منطقه برایمان سخنها دارد. من مادرم نقره قاضی بوده. از 10 سالگی یاد گرفتم این بافندگی گلیم جاجم. حالا شدم گلیم باف. از 15 نفر کارآموز 10 ساله نشان دادم تا شده 18 نفر نشانشان دادم تا نزدیک 100 نفر یاد گرفتن، 200 نفر 500 نفر یاد گرفتن. بعد از او میگفتن حقوقمان کم، از روزی سیت من رضا نبودن 3 سال پیش. بعداً ما پخشش کردیم خانه ها. از 70 خانه 60-70 دارم. از این طرف او طرف همشان سرکشی میکنم، کار یادشان میدم. حالا خانه دخترم هستم، داره کار میکنه، گلیم بافی میکنه. همه دختره 10 ساله 15 ساله 7 ساله از ما یاد گرفتن، کوچیک بزرگ. اصلا تو هر سین کار میکنم. 60 تا 70 خانواده دارم، کار میکنم. استادکار باختران کارآموز خودم بوده، استادکار همدان کارآموز خودم بوده، استادکار گیلان غرب کارآموز خودم بوده. همه شدن استادکار. بله آمد. بفرمایید. سلام. بفرمایید. خیلی خوش آمدید. حالت خوبه؟ بچه‌ها خوبن الحمدلله. بفرمایید. سلامت باشید. توران کم بودی چیزی نداری؟ نه خیلی یک هم آبی میخوام. خیلی خوب. چشم. خوب. توران خانم فرش که دارت ها؟ آره باید خیلی تندتر ببافی برای ای که خام نشه، کارت خام نشه. چشم. بعداً میخوام برم سر بزنم آمنه، سر بزنم آفوش، سر بزنم شربتی، میخوام برم سر بزنم زینب، میخوام برم سر بزنم سلیمه. از این خانه ها امروز دارم کار میکنم. بله. بعداً همه کارا تحویل بدم. بله. برای آمدن دارم تمام کردی یا نکردی؟ نه خیر تمام نکردم. خیلی خوب. خدا خوش آمدید. خوش آمدید.